کارهای آبادانی و سازندگی با استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی در ناحیه 5 وسعت تازه کسب کرده طبق دستور و تاکیدهای پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان ساکنان و صاحبکاران وطندوست اقدامهای سازندگی را بیش از پیش به راه مانده ایستادند. همین است که در مرکز و دهات ناحیه انشاءات تعیینات گوناگون از جمله مرکز و بیمارخانه‌های رقمی پررا تعمیر و از نوسازی شده ایستادند. در ناحیه 5 در عین حال 4 بیمارخانه منطقوی فعالیت دارد که اینا دارای در عموم 145 کد می باشد. عین حال ما از طرفی بگیم که وزارت دستگیری وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی جمهوری تاجیکستان با دستگاه حاضر زمان هم اکسیژنراتور و در بیمارخانه رقم 1 جماعتی نمونه با بگیم که رنگین پرتاتیوی تامین کردیم و عین حال فعالیت دارد. با هدف فراهمسازی اینفراساختور ضروری ساحه تندرستی در بیمارخانه‌های رقمی و بنگاه‌های طبی جماعت‌های دهات ناحیه ساکنان و شخصان سخاوتپیشه جهد و تلاش دارند تا به خاطر دسترسی هرچه بیشتر اهالی به مؤسسه‌های طبی با حس بلند وطنداری کارهای ساختمانی بنای اساسی بیمارخانه رقمی 1، 2 و 3 را با طریق دستجمعانه از نوسازی نموده ایستادند. عین زمان کارهای ساختمانی در بیمارخانه رقم 4 در مرحله انجامیابی قرار دارد. چگونه که ما شاهد هستیم امروز در بیمارخانه رقمی 4 از حساب یک گونه صاحبکاران تعمیر کپیتالی و کسمتیکی رفته ایستاده است که این بنا در حالت قریب صدمه قرار داشت که امروز از جانب صاحبکارای بانگ و ناموس همین دهه تعمیر کرده ایستاده اند. بناهای مذکور به گفت مسئولین تا استقبال از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی با تمام شرایط روز مورد استفاده عموم قرار داده می شوند. در بیمارخانه مرکزی ناحیه 5 و شعبه‌های بیمارخانه مرکزی ناحیه 5 با دستگیری اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم جناب عالی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت خزلان، مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه یک قطار کارها با انجام رسانیده شد. از آن جمله دسترس نمودن تجهیزات‌های معاصر طبی در شعبه بیمارخانه و بیمارخانه مرکزی از تعمیر برآوردن شعبه بیمارخانه مرکزی ناحیه گذرانده شده است. عین همه تجهیزات برطرف شد. مسئله کادری قطعی باشه و نارسایی کادری هم برطرف نارسایی کادری مشاهده نمی‌شود. عین حال در خود بیمارخانه مرکزی ناحیه 5 در شعبه‌های بیمارخانه مرکزی این ناحیه نیز تعمیر و از نوسازی‌ها در حال افزودن است. عموماً با گذشت هر یک روزی که مردم شریف تاجیکستان عزیز را به جشن تاریخی و پر افتخاری ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی نزدیکتر می‌کند، نفران صاحب دل و وطن پرور و آبادگر را پرتردد می‌نماید، زیرا پیش از مهلت به استفاده دادن انشاءات جشنی مقصد و مرام و همزمان از مسئولیت بلند شهروندی دانسته می‌شود.